کونوا دعاة الی الله بغیر السنتکم، با عملتون دعوت به سوی خدا بکنید، نه با زبانی که آیا عمل بکنید یا نکنید. خودمون کسی که میگه داد معلوم نیست عمل بکنه یا نکنه، فضل از اونی که میشنوه، نه با عمل. به اون کسانی که اعتقاد دارید به عملشون نگاه کنید، از عملشون سرمشق بگیرید. همین دعوت است. با کسی نشست و برخاست بکنید که همین که او را دیدید بیاد خدا بیفتید، بیاد طاعت خدا بیفتید، نه با کسانی که در فکر معاصی هستند و فلان. انسان را از یاد خدا باز می‌دارد. پس قرارن بدونید گیر سر خودمونه و الا کار ما درست است. بلکه آن انسان متأمل، انسان عاقل بدکارها را میفهمد، نگاه میکند امروز فردا پس فردا چطور شکست میخورند و هلاک میشوند. پس من میشه بدی هلاکت میگن. از بی‌ادب‌ها آدم میتونه ادب را یاد بگیره، فضلا از مؤدب‌ها از عمل اون